شما دارید مردم رو بر میزنید مثل ورقای بازی. ببینید شما نمیتونید دی ان ای یک کشور رو تغییر بدید. راست میگفت زنده یاد اسلام کاظمی. اولین حرفی که در مصاحبه با من کرد این بود، گفت گاهی ملت ها جن زده میشن. بعد میدونی کیو مثال زد؟ آلمانو. گفت آیا ما هرگز فکر میکردیم ملتی با کلتور مثل آلمان یک دفعه به جایی برسه که هیتلر بیاره یا نازی‌ها رو بیاره و اونها رو در واقع ستایش کنه؟ الان برای ایران این اتفاق افتاده علی عزیز. ولی بعد از هیتلر آلمان بسیار الان پیشرفت کرده. بله، به خاطر اینکه گناهانشون رو پذیرفتن، همه قبول کردن، اشتباه تاریخی، دوچاره خطای باصره تاریخی شدن.